دادر روغن چنشی؟ زیبا زویرова ساکن 70 ساله یکی از نواحی اطراف دوشنبه هر سال در عرفه نوروز شخصا به بازار آمده خرید عیدانه میکند. به قول او از خرید نوروزی نسبت به دیگر عیدها همیانش کم خراب می شود ولی گرانی نرخ‌ها را در این سال الکی احساس میکند. خیلی این سال همه میدونن که کمتر قیمتیه. سالی پیشتر همین 34 سوم بود. بازار اینو نگاه که چند قیمت شده. خیلی خیلی میکنی. ایوی هم همون پایان میرونم خیلی میاره. به اندازه گرانی نرخ در بازار به اون باعث گردید که خانم زیبا نتوانست با پول آورده‌اش همه محصولات ضروریش را خرید نماید. در عرفه نوروز امسال نرخ محصولات غذایی در بازارهای دوشنبه چنین است. برای مثال 1 کیلوگرم ارد از 2 سومن و 90 دیرم تا 3 سومن و 20 دیرم، گندم 2 سومن، سبزی سومنک 10 سومن، 1 کیلوگرم گوشت 32 سومن، روغن از 7 تا 11 سومن، لوبیا از 6 تا 12 سومن، 1 دانه تخم از 65 دیرم تا 75 دیرم. خانم زیبا از بازار به خانه برگشت. او قهرمان مادر است. صاحب 11 فرزند، 45 نبیره و 25 ابیره همراه 6 کلین و نبیرگانش در یک حولی زندگی میکنند. تا رسیدن خوشتامن کلین ها الکی یک چند نمود خوراک نوروزی را آماده کردند. در نوروزا اول تیار میکردگی ما سمنکی. من خودم فرمان میتونم کلونو میارن تازه میکنن کلونی ای همه میدم سمنک فرمان میتونم میمانه خودم جیدم برای که دیلیو چقدر تازه این سال موندی ای همه میدم انا بعد یود سمنک با دلده میکنیم با هفسین میکنیم با دسترخوان آرومیتی اینمی حالی کلانی مرا دیدی بچم های میندازم. دلده هم آماده شد. خانم زیبا همراه کلین ها و نبیرگانش سر انا همین خانه خاکسارانه نوروزی نشسته صحبت میکنند. طوری گفتند برای خانه نوروزی هر سال 200 سومانی خرج میکردند اما امسال 300 سومانی لازم شد تا خانه نوروزی آرایند. کمتر بزرگ دیگه شده. در 2 جامعه دسترخوان ساز میکنیم. یک خانه برای مردک یک خانه برای زنک. ادگی نوروزی در بین جوشیده است. با امید رسیدن تا سال نو بعدی سر همین خانه نوروزی این پیرزن نورانی دست دعا می‌بردارد تا یک سال بعدی با خوشی و بلند خاطری سپری گردد. پروردگار غما را دور کنه در این سالی کنه. هم خرسندی و خوشبختی بیاید. سری و فراوانی شود. دنیا آرام و آسایشته شود. الله اکبر.